Hello and welcome to this lesson. سلام به این درس خوش اومدی. Adjectives. تو این درس با هم راجع به صفات یاد میگیریم. Okay, let's get started. از صفات برای توصیف افراد و اشیا استفاده میشه. به این مثالا دقت کن. Old. I bought an old table for my kitchen. من یه میز قدیمی برای آشپزخونم خریدم. Small. My hometown is small. یعنی زادگاه من کوچیکه. شهر کوچیکیه. Friendly. Sarah gave me a friendly smile. یعنی سارا به من صمیمانه لبخند زد. Friendly دوستانه، صمیمانه. Rich. His father is rich. یعنی پدرش ثروتمنده. Cheap. We had dinner in a cheap restaurant. یعنی ما توی رستوران ارزون شام خوردیم. صفات قبل از noun یا بعد از افعال to be قرار می گیرن. به این مثالا دقت کن. I saw a beautiful cat. She wore a long dress. He has brown eyes. It's a nice day. They are hungry. The flowers are beautiful. I am angry. Please be quiet. پس اگه تو جملتون noun داشتیم صفت قبلش قرار میگیره و اگه افعال to be am is are be داشتیم صفت بعدش قرار میگیره. اگه بیشتر از یه صفت تو جمله داشته باشیم باید از این ترتیب استفاده کنیم. Size, age, color, nationality, material. یعنی اندازه، سن، رنگ، ملیت و جنس. به این مثالا دقت کن. A new green bag. تو این جمله ما 2 تا صفت داریم. New یعنی جدید، green سبز. بنابراین اول اونی که در مورد سن یا همون age هست رو میذاریم و بعد color. New green. A big French house. اینجا هم 2 تا صفت داریم. Big که در مورد سایزه و French که به ملیت و nationality مرتبطه. A small wooden table. Small مربوط میشه به size. Wooden material. چوبی. بعضی از صفات به ایدی ختم میشن و بعضی دیگه به ing. صفاتی که به ایدی ختم میشن احساسات افراد رو توصیف میکنن و صفاتی که به ing ختم میشن چیزایی که باعث میشه ما احساس خاصی درمون به وجود بیاد رو وصف میکنن. مثلا Jane is bored because her job is boring. اینجا 2 تا صفت داریم. bored و boring. bored به ایدی ختم میشه و داره احساسات جین رو توصیف میکنه. boring به ing ختم میشه و داره به همون میگه چه چیزی باعث شده که جین اون حس بهش دست بده. Jane is bored یعنی جین حوصله‌اش سر رفته. Because her job is boring. چون کارش حوصله سربره، خسته کننده است.
He's frightened because the movie was frightening. اون ترسیده چون فیلم ترسناک بود. The scientist is excited because he got exciting results. دانشمند هیجان زده است چون نتایج هیجان انگیزی گرفته. The passengers are tired because they had a tiring journey. یعنی مسافران خسته‌اند چون سفر خسته کننده‌ای داشتن. اینجا میتونی یه لیست از این صفات رو ببینی. Surprising, surprised. Interesting, interested. Disappointing, disappointed. Entertaining, entertained. Relaxing, relaxed. Well done. I will see you in the next lesson. Bye.